ایزدمندان. سلام، چطورین دوستان؟ شاکر همتون هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه. من محمدم، اینم پسر داییم سینا. اومدیم خوش اومدید به این ویدیو. اومدیم یه بلاگ برفی بگیریم. سه نصف شب 25 بهمن 1403. سه شهر بچه‌ها. واقعا سگو بزنی با لانچیکو توی این هوا بیرون نمیاد. 10 تا لباس پوشیدیم. آره خیلی سرده. یعنی در حد کوه اورست. بچه‌ها آیدی چنلامون رو این زیر ویدیو میذارم، تو کپشن هم میذارم. لایک، کامنت، سابسکرایب، حمایت کنید دیگه. این اولین ویدیومونه. این سومین باریه که این نکته جا نمونه، سومین باریه که تو عراق برف میاد. بریم برای الرحمن الرحیم. ساعت 3 نصف شب زدیم بیرون. خب این کوچنه برف زیاد اومده، خدا رو شکر. ولی دفعه قبل بیشتر اومد بچه. حقیقت ما 20 و 21 برف اومد. خب من کلامو یادم رفت. 21 برف اومد. 22 بهمن ما میخواستیم یه بلاگ بگیریم که جنس برفا یخ زده بود، خیلیاش آب شده بود و نمیتونستیم به هم بچسبونیمشون. خب خدا رو شکر که همین 2-3 روز بعد 3 روز بعد دوباره برف اومد. خدا رو شاکریم واقعا. خب بچه‌ها متاسفانه من دستکشامو جا گذاشتم. اینا دستکش تابستونیاه، اینا هم دستکش‌های زمستونی رو پیدا نکردم. اینا دستکش‌های کارگری همونطور که مشاهده می‌کنید. خیلی گرمه ولی نمیدونم، تا حالا امتحان نکردم ولی امیدوارم کارمون رو راه بندازه. یا خدا. اینا هم دستکش‌های کارگری. خاک خالیه، واقعا خاک خالی می‌کرد. امروز کلی گشتم دیگه همین رو پیدا کردم. خب بچه‌ها سینا تصمیم گرفت گیلم با خودش بیاره. من یه بیلچه آورده بودم گذاشته بودم تو این کیفه، گوش نداد. اولین سناریو از این قراره که ما یا آدم برفی به یاد بچگی و دوران دبستان و اینا می‌خوایم درست کنیم. خب بچه‌ها این پرچمایی هم که می‌بینید به مناسبت نیمه شعبان سعی کنیم ویدیو. سینا جان رو می‌بینید بغل پارک خیبر محل داوران عراق. ما از اینجا اومدیم. اینام برف میره، توقع نداشتم. یا خدا لایک وای خیلی کیفی داشت. بریم سینا تو نیا که الان گوشی دستت و اینا به خراب. خیلی حال میده. حتما این کارو کنید ولی به درخت آسیب نده. راست میگه. باتش کنم تا بریم اون برتر درختای بیشتری. اوه فاک می چه درازه. گو خوردم اوه کلام افتاد یه لحظه. سینا رو میبینیم داره کارگری میکنه. داره شوخ میزنه برفا را. مگه به تو حقوق میدن پسر جون؟ رامون باز میشه. عالی. این نمای پارک باحالیه، حتما بیاید. خب دوستان همونطور که مشاهده میکنید ما یه قابلمه اینجا داریم برای قالبگیری و راحتی کار. اینا اوکیه میگیره؟ آره همه چی اوکی. یه سری تجهیزات برای لباس آدم برفی و اینا داریم، کاردک و اینا. سینا داره بی خودی برای خودش بیل میزنه، کاری نداریم. ویدیو رو کات نمی‌کنیم، آدم برفی رو اینجا میسازیم. ویدیو رو میذاریم به دور تون. بریم که چی داشته باشیم. بیلچه اونجا رو زمینه اونجا. چیزی جا نداریم. واجی کارگری واقعا چیزی بدیه. در نمیاد. بکونش رو زمین. تاق
محکم. نمیشه. بچه ها بیشتر از 1 دقیقه تلاش کردن قالبم درست در بیاد. نتیجه این شد. با دست بهتره بشاده. بی خیال. ببین با بیل تو به جای اینکه اونجوری مسخره بازی در بیاری برا من برف بیاد. نه خوب اینجا من الان به 1 ساعت گفتم میره خراب میشه قابلمه اینجا آسفالته. فقط بس سلامت باشی. خوبی؟ بچه ها شاهد باشید سینا تا الان نیومده کمک. یه تنه دارم میرم. ببینی اصلا فیلم میگیره؟ اوکی حاجی خدا رو شکر. خب بچه ها تقریبا بدن آدم برفیمون تموم شده. واقعا دهنم سرویس شد. بذار ببینم 33 دقیقه تقریبا نیم ساعت گذشته و ما با این بدن آدم برفی درگیریم. حالا میریم برای سرش که این کارو محکم میکنه. بریم برای سرش. اینو رول میشه الان؟ نه درد و نفرین سینا رید بخوره. خب بچه ها 10-20 متر قلتوندمش ببینم بزرگ میشه اما نشد. فکر میکنم کارو جمع کنم. بریم برای کلک کردم بیلچه گم شد. بکنم ریسک زحمت 40 دقیقه رو ببینم چیکار میکنه. بیا اینو بگیر. بودو اینو بگیر. ریدی داشت به من چرا رفتی؟ من نگرش داشته بودم. نگه نباید بداری. وقتی میبینی من دارم بلندش میکنم نباید نگه داری. خسته نباشی. من برم این دوتا را صدا کنم بیام. خب بچه ها فکر کنم گردنش هم اوکی شد. کار جمعه. ببینیم یا میره یا نه. ممنون. عجب کله گنده ای. خوبی؟ سلامت باش. اینا بیا اینجوری محکم اینو نگه دار. فقط اینو نگه دار داره میفته. برف اصلا نمیچسبه. اینا نمیچسبه. اون برف قبلی خوب بود. بریم. خوبه؟ حاجی دهنمون سرویس شد خداییش. اینم از گردنش. دستتو بردار. هیچ فشار نده. بیلچه رو کردیم تو سرش و بدنش به هم گره زدیم. دیگه چیکار کنیم؟ قبلا تونل می ساختیم، غار می ساختیم. نه راست میگی. عجب خداییش
الان تو همین آدم برفیش هم مونده. Brother, what's that? تزییناتو بذاریم و کارو جمع. هادی خیلی بد زشته. هادی خیلی داداش خیلی زشته. با من که جمعیتی اینجا رد شدم مثلا غریبه بودیم من رد شدم گفتم چیزی من آدم برفی خدا هادی اومدیم یه چی بسازیم بیاریم. کیه؟ خب الان من نمیتونم جواب بدم. خب بچه همونطور که مشاهده میکنید اومدم کار رو جمع کنم. آقا سینا گفتش که شونه نداره این آدم برفیه. منم به نظرش احترام گذاشتم، واقعا راست میگفت. ولی من کلافه شدم تو این سرما، گفتم بریم زودتر. شونه هاش هم درست کردیم و سینا بیا ادامه فیلمو بگیر. نمیدونم الان چهره من معلومه یا نه، دقیق مطمئن نیستم. سینا بگیر. گوشیه خدا کنه چیزیش نشده باشه. بذار ببینم. داره میگیره. 53 دقیقه از ویدیو گذشته. حالا کی میخواد اینو ادیت کنه؟ من حال ادامه دادن ندارم صادقانه. کدوم بدبختی. ببین کار آقا سینا یه کار باحال میکنه شد یه ولی. کار درست میکنه. باحال شد ولی 360 داداش. بچه‌ها به نظرتون هیچ کتی تو این دنیا هست که بشه کتا خیلی سایزش گنده؟ کت این کلا تو کله این میره. بریم امتحان کنیم. نرفتم میذارم چه باحال شد ولی به زور با روغن و بازلی دماغش بچه افتاد. بگیر ویدیو رو. چشش افتاد. آجی لاتی شد ولی چرا؟ این بیشتر به سیگار نمیخوره؟ سیگاریه. خب دماغش کجا میشه دقیقا؟ این دهنشه، این دماغش. میوینگ انجام داد. اوه خیلی رفت آخه. خیلی بدجورش کرد. بای اینم فکشه. زاویه فک سیگما یه دونه بده هادی. سیگما واسه اینا فاز برداشته. این چشمه. چه برفی گرفته. اون یکی سبز کمرنگه، این یکی سبز پررنگه. مادر بزرگوار اینم داد برای گردنبند. خب به نظرم کار تا حدودی سینا داره خرابش میکنه. بچه‌ها شاهد باشید. بابا این زاویه فکه. سینا داره خرابش میکنه. حاجی خیلی چاق نشد به نظرت؟ بر رژیم بگیر. قشنگ درست کردی. سیگما یه ناموسن یه ناگاه جدا از کل ویدیو و فلان و ناموسن یه باشه دور را یه کن سیگما. بچه ها سینا عشق اینو داشت که چهره این بنده خدا رو شبیه سیگما کنه. بیا پایین بگیر. 10 دقیقه منتظرم تا سینا کارشو انجام بده. دهنم سرویس شد. حالا بریم عکسامونم بگیریم و کم کم بریم. بگو موز طالبی. بگو چرا طالبی بیشتر دوست دارم. سیب بگو 3 2 1 سیب. بچه اومده بازی ای خدا بازی. خب بچه اومدیم سرسره بازی. دفعه قبل اومدیم. بیا جلوتر. اعصابم خورده. سرسره بزرگسالانو بدن خراب گنده کردن. جدید کوچیک ساختن. برو. خیلی لیزه. دفعه قبلم رفتم. یا خدا خیلی لیزه.
1 2 اوه مای گاد وای خدا وای زیر تیشرتم برف غلطی کردم خدا الله کلنگ بزنیم و بریم دیگه واقعا دارم بیا برام بگیری دارم تو این سرما میپکم سینا یه دست برو در وسط ویدیو هم میشه جامونو تمیز میکنیم آقا سینا یا خدا اینم از الله کنه سینا گفت سلفی بگیر چرا من همیشه دوربین رو نگاه نمی کنم؟ اصلا خر رو تو گذاشتن اگه این کارو بکنی خب بچه ها این ویدیومون هم تموم شد امیدوارم که لذت برده باشید امکاناتمون خداییش خوب نبود تا ویدیوهای بعدی اینم بگم محمد تیوی بودم سینا میتسو درسته خب بچه ها واقعا هوا سرد بود دیگه ببخشید اگه کم و کسری گذاشتیم ولی خب من تا حد زیادی لذت بردم سینا تو نظرت چیه؟ حال داد دیگه بس خونه بهتر بود حقیقتا از خونه بهتر بود خوابمون به هم خورده بود گفتیم حداقل بیایم یه ویدیویی تو این برف بگیریم هنوزم برف داره میاد شدتش بیشتر شده حمایتمون کنید بچه‌ها قول میدیم ویدیوهای بعدیمون خفن‌تر باشه برفه بشینه میدیم کوه هم یه بلاگ میذاریم تا ویدیوهای بعد بدرود خدا نگهدار